تمام تعریف‌ها و ستایش‌ها مخصوص آن خالقی است که این جهان را با یک هدف خلق کرده است. جناب آقای جاوید اختر محترم، آقای سواب دیویدی و حضار گرامی، ممنونم که امروز اینجا هستید. در مناظره امروز چون ما قرار است درباره موضوع آیا خدا وجود دارد صحبت کنیم. پس این موضوعی است که در مورد آن برای گرفتن هر تصمیمی استانداردهای مختلفی میتواند وجود داشته باشد. بنابراین در شروع مناظره ضروری است که ما بدانیم در موضوع امروز کدام استاندارد صحیح است و کدام غلط. اولین استانداردی که من فکر می کنم جناب آقای جاوید اختر با سرعت زیاد به سمت آن خیز برمی‌دارند، علم ساینس است. در حالی که علم ساینس در حقیقت برای اثبات مستقیم وجود خدا یا برای انکار وجود او نمی‌تواند استاندارد باشد. و دلیلش چیست؟ این را من نمیگویم. این را کسانی میگویند که متخصص علم هستند. اکادمی ملی علوم میگوید علم فرایندهایی برای اثبات رد وجود خدا ندارد. چرا؟ چون علم سر و کارش با شواهد تجربی است و شواهد تجربی سر و کارش با دنیای طبیعی و فیزیکی ماست. در حالی که خدا یک واقعیت غیر فیزیکی و فراتبیعی است. بنابراین یک واقعیت غیر فیزیکی را نمی توانید با ابزاری چک کنید که کارش جستجوی واقعیت‌های فیزیکی است. بنابراین امروز در این مناظره برای اثبات وجود خدا یا انکار آن شواهد علمی پذیرفته نخواهد شد. استاندارد دوم می تواند وحی باشد. اینکه از طریق وحی ثابت کنیم خدا وجود دارد یا نه. اما این استاندارد هم امروز بی ربط است. چرا؟ چون وحی از نظر من منبع دانش است. یک منبع معتبر دانش است. اما از نظر آقای جاوید اختر این منبع معتبر دانش نیست. بنابراین در بحث امروز من حتی یک دلیل هم از کتاب‌های مقدس نخواهم آورد تا برای آقای جاوید اختر غیر قابل قبول نباشد. سومین معیاری که ممکن است باشد مشاهده است. اینکه کسی بگوید خدا را به ما نشان بده. اما هست، اگر هست نشان بده. یا اینکه برای وجود خدا شواهد تجربی بیاور. خب این در واقع استفاده از ابزار غلط است. این مثل این است که جاوید صاحب از من بخواهد که مفتی صاحب شما با یک فلزیاب برای من پلاستیک پیدا کن. و چون پلاستیک پیدا نمی شود، پس نتیجه می گیریم پلاستیک وجود ندارد. نه، شما دارید از ابزار غلط استفاده می کنید. با این ابزار پلاستیک شناسایی نمی شود. بنابراین من معتقدم که درخواست شواهد تجربی برای وجود خدا یک درخواست بچگانه است. و جناب جاوید اختر محترم از این مرحله خیلی جلوتر رفتند. حالا فقط یک استاندارد باقی میماند و آن استاندارد عقل است، منطق. و این همان استانداردی است که با آن وجود خدا ثابت خواهد شد یا وجود خدا رد خواهد شد. اما چون این موضوع بسیار مهم و حساس است، پس استدلال منطقی هم باید طوری باشد که قطعی باشد، غیر قطعی نباشد. مثل 2 تا 4 تا کاملا واضح باشد، طوری که نشود منطقاً آن را رد کرد. مثلا اگه بگوییم آقای سهراب محترم یک انسان است و تمام انسانها موجودات آگاه هستند، نتیجه چی می شود؟ آقای سهراب هم یک موجود آگاه است. آیا این استدلال غیر قطعی است یا قطعی؟ این یک استدلال قطعی است. مثل 2 به علاوه 2 روشن است. هیچ راهی نیست که بشود منطقاً این را رد کرد. پس اگر امروز آقای جاوید اختر یک چنین دلیل عقلی و مدرک منطقی بیاورند بر نبودن خدا که قطعی هم باشد، من همینجا اعلام می کنم که قطعاً من آن مدرک را قبول می کنم و رویش فکر می کنم. اما همزمان این را هم به عنوان پیشبینی اعلام می کنم که چنین استدلال قطعی هیچ کس نمی تواند ارائه کند. اما ما دلیل می آوریم و دلیل قطعی هم می آوریم. دلیل منطقی می آوریم. دلیلی می آوریم که تمام دنیای آتئیست نتواند آن را رد کند. بسیار خوب. بیاییم یک مثال را تصور کنیم. یک سناریوی ساده. از تمام حضار خواهش می کنند دقت کنند. من و شما در یک جزیره دور افتاده هستیم. جزیره‌ای که قبل از ما کسی آنجا نرفته.
همینطور که قدم میزنید ناگهان میبینید یک توپ به صورتی رنگ افتاده است. اولین سوالی که به ذهنتان میآید چیست؟ اینکه این توپ چرا اینجاست؟ چطور آمده؟ چرا رنگش صورتی است؟ میتوانست رنگ دیگری باشد. چرا این شکل است؟ میتوانست شکل دیگری باشد. طبیعتاً شما به این نتیجه میرسید که حتما کسی هست که با این ویژگی‌های خاص این توپ را ساخته و اینجا گذاشته. چون شما میدانید که برای این توپ وجود داشتن ضروری نیست. میتوانست وجود داشته باشد، میتوانست نباشد. و اگر هم قرار بود باشد، میتوانست شکل دیگری باشد یا رنگی دیگری. حالا شما این توپ را بزرگ و بزرگتر کنید. بزرگ کنید تا جایی که توپ به اندازه کل جهان بشود. بگویید آیا با بزرگتر شدن اندازه سوال عوض می شود؟ هرگز عوض نمی شود. هنوز هم سوال باقی است. این جهان از کجا آمده؟ با این ویژگی‌های خاص از کجا آمده؟ چرا آمده؟ چه کسی آن را ساخت؟ این سوال آن موقع هم معتبر خواهد بود. اما اگر این سوال را از جناب جاوید اختر بپرسیم، چون جهان بینی ایشان آتئیستی بی خدایی است و نه فقط ایشان، هر آتئیستی و کسانی که دیدگاه آتئیستی دارند، اگر از آنها بپرسید این جهان از کجا آمده، جوابشان یا استدلال از روی جهل است یا تعصبی. یا میگویند که من نمیدانم از کجا آمده، بنابراین خدا وجود ندارد. این استدلال از روی نادانی است. یا میگویند که این جهان خود به خود به وجود آمده است. معنایش این است که آن توپ هم باید خود به خود به وجود آمده باشد. اما در مورد توپ این موضوع پذیرفته نخواهد شد که خود به خود ساخته شده است. اما در مورد جهان پذیرفته می شود. ما می توانیم این را به بیان دیگر جمود فکری بنامیم. نکته دوم، جناب جاوید اختر صاحب حتما مثال خدای حفره ها را خواهند زد و مثال خواهند زد که در زمانهای قدیم رعد و برق میزد، مردم آن را به یک خدا نسبت میدادند و باران میبارید به خدای دیگر چون دلیلش را نمیدانستند. این اصلا جهان بینی ما نیست، زیرا دانستن تفسیر فرایند پدیده‌های طبیعی از کجا ثابت می‌کند که خدا وجود ندارد. در این مورد انشاءالله جلوتر صحبت خواهم کرد. شما حضار این را هم خواهید دید و من انتظار دارم که جناب جاوید اختر حتما استدلال‌های احساسی هم بیاورند که وقتی نوبت به تصمیم گیری درباره حقیقت میرسد یک مغالطه منطقی است. چرا؟ مثلا ایشان خواهند گفت اگر خدا هست پس چرا شر وجود دارد؟ در حالی که من میگویم وجود شر دلیلی بر وجود خداست، نه علیه آن. زیرا اگر خدا هست پس همه ما در برابر او پاسخگو هستیم و اگر پاسخگو هستیم برای پاسخگویی وجود شر ضروری است. بدون آن ما نمیتوانیم پاسخگو باشیم. و اگر ما پاسخگو نیستیم ما از جناب جاوید اختر میپرسیم که شما بگویید پس رنج در این دنیا چرا هست؟ اگر خدا نیست رنج چرا هست؟ و تکلیف احساس آن کسانی که پس از رنج کشیدن حس انتقام در آنها پیدا می شود و با همین حال از دنیا می روند چیست؟ آیا تمام رنجهای آنان بیهوده خواهد رفت؟ حالا برگردیم به همان مثال. اگر کسی از من بپرسد این توپ را چه کسی ساخته و آن توپ بزرگ شده جهان را چه کسی ساخته، من خواهم گفت زیرا این جهان و تمام چیزهای این جهان ممکن الوجود هستند. ممکن الوجود بودن به این معنی است که در هستی خود به چیزی دیگری وابسته است. پس روشن است که این جهان ممکن الوجود وابسته است. و اگر چیزی وابسته نیست، من درخواست می کنم که به من نشان دهید کدام چیز در جهان وابسته نیست. ما هم کمی دقت کنیم و ببینیم. و وقتی چیزهای وابسته وجود دارند، طبق اصطلاح فیلسوفان ما به آن جایگاه و آن هسته‌ای میرسیم که با آن واجب الوجود گفته می شود. این آن هستی ضروری است که موجود نبودنش ناممکن است. چون اگر این موجود نباشد، هیچ چیزی دیگری به هستی نخواهد آمد. و تمام این چیزهای وابسته به همان وابسته هستند. حالا اگر شما این سوال را بپرسید که پس آن هستی را چه کسی ساخته؟ علت آن چیست؟ باز علت آن چیست؟ و همین طور بی پایان ادامه دهید. ما به این میگوییم تسلسل علل که یک مغالطه منطقی است. از نظر مفهومی در ذهن بی نهایت ممکن است. مثلا اعداد را 1، 2، 3 بشمارید و ادامه دهید. اعداد بی نهایت هستند. اما درباره مفهوم حرف نمیزنم. در واقعیت عملی ثابت کنید که تسلسل علل بی پایان ممکن است یا نه. اگر ممکن است ما میپذیریم. مثال بزنید. و اگر ممکن نیست پس تنها یک گزینه باقی میماند
که ما با آن میگوییم واجب الوجود، آن هستی ضروری که مستقل است، زیرا اگر وابسته باشد دیگر ضروری نخواهد بود. آن هستی مستقلی که ازلی و ابدی است. اگر ابدی نباشد و آغازی داشته باشد خودش وابسته است. هستی که قدرتمند است، زیرا برای به فعلیت رساندن ممکنات قدرت لازم است. هستی که هوشمند و داناست، زیرا این جهان با شکل خاص و قوانین طبیعت خاص بسیار دقیق کار می کند. تشکر. इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे या बाहर? जी। نخست میخواهم به مفتی صاحب مژده‌ای بدهم که دانش من درباره علم ساینس بسیار معمولی است، پس نگران آن نباشید، اما مقداری عقل سلیم در من است. ببینید این تصور خدا تصور جدیدی نیست، قرنهاست که وجود داشته است. برخی ادیان شاید 3000 سال قدمت داشته باشند یا 4000 سال، اما انسان حدوداً 10,000 تا 12,000 سال است که به شکل هوموساپین وجود دارد. همواره ادیانی بودند. اینها ادیان جاهلان نبودند. اینها ادیان جامعه یونان باستان بودند که فیلسوفان بزرگ در آنجا پیدا شدند. اینها ادیان مصریان بودند که اهرام مصر را ساختند. ادیان رومیان بودند که معماری و مجلس سنا داشتند، یعنی اولین بنیاد دموکراسی بود. محدود بود اما دموکراسی بود. اینها کار آن مردم بود. پس آن جوپیتر، را و زئوس که داشتند، آنها به اینها همانقدر ایمان و اعتماد داشتند که امروز هر فرد مذهبی به خدای خود دارد. پیش از آمدن مسیحیت در اروپا، آیینی بود به نام دین ژرمانیک. آن هم یک خدا داشت، همسری داشت، 2 پسر و 1 دختر داشت. اما وقتی مسیحیت به آلمان و اروپا آمد، آن خدا و همسرش و تمام خاندانش رفتند. پس اگر ما تاریخ را بنگریم، می‌بینیم که خداها اکثراً فانی هستند. آنها همیشگی نبودند و آن مردمی که آنها را باور داشتند، شما نمی‌توانید بگویید جاهل بودند یا چیزی نمی‌دانستند. اینطور نیست. آنها در زمان خود افراد قابلی بودند و در زمان خود کارهای بزرگی کردند. فیلسوف بودند، دانشمند بودند. اما دین آنها کجا رفت؟ خدایشان کجا رفتند؟ خدایانی که امروز مردم در دنیا میپرستند، شما چی میدانید که سالهای بعد چه خواهد شد؟ ما در اروپا میبینیم که کلیساها خالی هستند. پس با گذشت زمان چیزهایی تغییر میکند تا جایی که به ادیان مربوط میشود. هر مذهب आपसे एक चीज मांगता है, फेथ. ये फेथ क्या चीज होती है? What is the difference between faith and belief? ये तो बहुत ही अहमकाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए. ये तो जाहिलाना. هر دینی از شما یک چیز می‌خواهد. ایمان چیست؟ تفاوت میان ایمان و باور چیست؟ این حرف بسیار احمقانه‌ای خواهد بود که کسی بگوید اگر خدا هست به من نشان دهید. این سخن جاهلانه است. من قطب شمال را ندیدم، اما قبول دارم که قطب شمال هست. چرا قبول دارم؟ زیرا اگر این دنیا گرد است، پس بالایی دارد. کسانی هستند که با آنجا رفتند. عقل سلیم میگوید که چنین است. مدرک است، شاهد است، دلیل است. پس این ایمان من نیست. پس تفاوت ایمان و باور در کجاست؟ چیزی که دین از شما میخواهد ایمان است. ایمان یعنی نه شاهدی باشد نه مدرکی، نه استدلالی نه منطقی، نه اثباتی، اما تو بپذیر. این یعنی ایمان، وگرنه باور میشد. اگر در آن ذره‌ای مدرک بود یا شاهدی بود، آنگاه آن را باور مینامیدند. همانطور که باور من این است که قطب شمال هست. این ایمان من نیست. ایمان تمام این شرطها را رد می کند. پس حماقت چیست؟ اگر من سخنی را بپذیرم که نه هیچ منطقی دارد، نه استدلالی، نه اثباتی، نه شاهدی و نه هیچ مدرکی، و من آن را بپذیرم، این حماقت است.
مثل این است که فردا من یقین پیدا کنم که ایلان ماسک برادر من است. من بسیار خوشحال خواهم شد و آرامش بسیاری خواهم یافت. اما اگر کسی بگوید چرا قبول داری؟ چه مدرکی داری؟ او که آمریکایی است و تو هندی هستی، نژادتان فرق دارد، هرگز همدیگر را ندیده اید، بگویم آقا ببینید این ایمان من است. در اینجا بحث تمام می شود. معنای ایمان همین است که شما نمی توانید اثبات کنید. اگر می توانستید اثبات کنید که دیگر نیازی به ایمان نبود، آن وقت بحث می کردید. شما هر چقدر بحث کنید، نهایتاً هر دینی در جهان بر پایه ایمان استوار است. و ایمان یعنی یقینی که هیچ مدرک، هیچ شاهد و هیچ استدلالی ندارد. حالا شما میپرسید که چرا من میگویم که این کائنات را چه کسی ساخته؟ جالب اینجاست که شما گفتید به جزیره رفتید و یک توپ دیدید. شما نگفتید که جزیره را چه کسی ساخته. شما فقط از دیدن توپ حیرت کردید. ما برای جزیره حیرت نکردیم. هستند دیگر جزیره ها هستند به همین ترتیب. این ستارگان و این کهکشان ها همه جزیره ها هستند. ما آنها را بدیهی فرض می کنیم. نمی پرسیم چه کسی ساخته. شما درباره جزیره هم نپرسیدید. هست دیگر. تولد من چطور شد؟ آیا من برنامه‌ریزی شده به دنیا آمدم یا یک اسپرم خوششانس بود که به تخمک چسبید؟ تولد من تصادفی است و انصاف که شما میگویید. طبیعت هیچ ارتباطی با عدالت ندارد. آن عدالتی که شما میگویید یک روز اجرا خواهد شد. عدالت یک مفهوم انسانی است. در طبیعت عدالتی نیست. اگر شیر آهو را بخورد، هیچ تسلیحاتی دریافت نمی کند. اگر طوفان می آید و درختان سرسبز را از ریشه می کند، طوفان‌ها به زندان نمی روند. در طبیعت عدالتی نیست. به همین دلیل طبیعت نیازی به عدالت هم ندارد. طبیعت برای همه یکسان است. حالا ما بگوییم که ببینید من غذا خوردم و روده‌ام آن را اینطور کرد. پس باید مجازات شود؟ نه، آن یک سیستم است و همینطور کار می کند. طبیعت بدون عدالت است. عدالت یک مفهوم انسانی است. پس آن کسی که به شما میگوید من به تو عدالت خواهم داد، آن زایده ذهن انسان است. این طبیعی نیست. این آسمانی نیست. تصور طبیعت، تصور عدالت. برادر، شما با هم زندگی می کنید. شما رانندگی از سمت چپ را قرار داده اید. قانون هند. این چیست؟ تمام حقیقت، تمام نیکی، تمام شرافت. رانندگی از سمت چپ است. وگرنه چی می شود؟ یا هرج و مرج می شود، تصادف می کنید، یا کسی را می کشید، یا ترافیک بند می آید. دروغ، بی‌امانتی، رشوه، تمام اینها رانندگی از سمت مخالف است. بالاتر از این چیزی نیست. این را ما ساخته ایم، همانطور که ما رانندگی از چپ را ساختیم. این مفهوم عدالت مال ماست. این با طبیعت هیچ ارتباطی ندارد. شیر آهو را می خورد. آیا به زندان می رود؟ هیچ اتفاقی نمی افتد. اصلا نیست. پس اینکه ادیان دنیا به شما وعده عدالت می دهند، از همین معلوم می شود که این ساخته دست بشر است. این تصور از جای دیگر نیست. آن طبیعتی که برخی می گویند خود خداست. در آن طبیعت که عدالتی نیست. به شما وعده می دهید که پس از مرگ به تو عدالت خواهد رسید. اگر برسد من بسیار خوشحال خواهم شد. اما نمی توانم باور کنم. برای اینکه من نمی توانم ایمان تولید کنم. دقیقاً همین واقعیت که ادیان تقاضای ایمان دارند. معنایش این است که آنها توجیه ندارند. بسیار خوب. حالا اگر دینی در حد اعتدال باشد چه؟ هر دینی. آن شاید خوبی‌های هم در شما ایجاد کند. ببینید، از آن این فایده می رسد. آن فایده الکل در اکثر داروها استفاده می شود. و یک تحقیقی در امریکا انجام شد که طول عمر چه کسانی بیشتر است. یک طرف کسانی بودند که اصلا شراب نمی نوشیدند و یک طرف کسانی که یک بطری می نوشیدند. بیشترین طول عمر متعلق به کسانی بود که 2 پیمانه اندازه می نوشیدند و غذا می خوردند. اما ما شراب را بد می دانیم و بد هم می دانیم. چرا؟ چون این طور نمی شود. در حد کم نمی ماند.
در برخی چیزها عادتی است که زیاد می شود. یک نفر شیر می نوشد. شما 10 سال بعد هم او را ببینید همان یک لیوان را می نوشد. این طور نیست که از صبح تا شب شیر بنوشید. من شیر اولیک معتاد به شیر ندیدم، اما الکلی وجود دارد. این تمایل مذهب است که رشد می کند. همانطور که سرطان رشد می کند. همانطور که شراب زیاد می شود. شاید کسانی باشند که از آن درست استفاده کنند. یقین دارم که مفتی صاحب ما هم یکی از آنها هستند. بسیار خوشحال شدم از دیدنشان، اما چند نفر اینطور هستند. امروز شما ویرانی های دنیا را می بینید. چقدر در اینها دستان کسانی هستند که باور دارند. شاید مذهب اینها نگوید. شاید مذهب این را نگوید. اما وقتی این مذهب را می نوشند، این گونه رفتار می کنند. اگر اندکی باشد شاید خیلی خوب باشد، اما شراب اندک نمی ماند. در آن تمایلی است. اولش اندک است. اگر 2 سلول سرطان در بدن باشد آدم سالم می ماند. اما آن 2 سلول نمی مانند. تکثیر می شوند. جاوید صاحب زمان تمام شد. بس تمام شد؟ خب من چیزی دیگر هم برای گفتن نداشتم. जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूं मुफ्ती साहब को योर रिबटल राउंड 1 यू हैव 7 minutes بسیار متشکریم جاوید صاحب. از شنیدن سخنان شما با بسیار محظوظ شدیم. محظوظ متوجه می شوید؟ یعنی لذت بردیم. بسیار خوب. در واقع ما دیروز هم از مفتی صاحب و هم از جاوید صاحب خواهش کرده بودیم که زبان هندوستانی عام‌فهم باشد تا همه متوجه شوند و هر واژه مشکلی به کار میبرند معنایش را هم بگویند. ممنون. پس اول از همه جناب جاوید صاحب محترم اشاره کردند که خدا فانی است. چقدر ادیان آمدن و رفتند. من میگویم کسی که یک چیز ممکن الوجود وابسته را خدا دانست اشتباه کرد. آن اصلا خدا نیست. ما اینجا نشستیم تا واجب الوجود هستی ضروری را ثابت کنیم. آن علت ضروری که ابدی است که هم ازلی است و هم ابدی. ما ننشستیم تا کس دیگر را ثابت کنیم. نکته دوم، ایشان گفتند ایمان و باور. این تعریفی از ایمان است که ایشان برای اولین بار ارائه کردند. یا معذرت می‌خواهم، ایشان اولین بار ارائه نکردند. ریچارد دارفسکین اولین بار ارائه کرده است. من میدانم منبع این حرف کجاست. از نظر معرفت شناسی شما نمیتوانید تفاوت ایمان و باور را اینطور بیان کنید. آقا، ایمان هم میتواند درست باشد و هم غلط. باور هم میتواند درست باشد و هم غلط. ایمانی که با منطق، استدلال و مدرک پشتیبانی شود، آن ایمان صحیح است. و آن ایمانی که شما از آن حرف میزنید که غیر منطقی است و پشتوانه‌ای ندارد. ما در این مورد هم نظریم. ما آن ایمان را قبول نداریم. ایمانی که پشت آن هیچ منطقی نباشد، مدرکی نباشد، ما قبول نداریم. ما قائل به ایمانی هستیم که پشت آن منطق و مدرک باشد. پس باور هم درست و غلط دارد. ایمان هم درست و غلط دارد. پس امروز بحث بر سر تفاوت ایمان و باور نیست. امروز شما چه ایمان را بپذیرید چه باور را. بحث این است که حقیقت چیست. آیا باور صادق درست است یا ایمان صادق؟ و ایمان کاذب چیست و باور کاذب چیست؟ بحث بر سر این است. نکته دیگر، ایشان پرسیدند پس حماقت چیست؟ اگر ایمان و دین حماقت نیست پس چیست؟ چون تقاضای ایمان میکنند پس حماقت چیست؟ من میگویم حماقت آتئیسم بیخدایی است. دلیلش این است که اگر شما در خیابانی بروید، وارد باغی شوید و ببینید آنجا با گلها نوشته شده من جاوید اختر را دوست دارم و من واقعا دوستتان دارم آقا. وقتی به آنجا رسیدید حالا بگویید آیا خواهید گفت واو چه انتخاب طبیعی؟ این انتخاب طبیعی است؟ خیر، این دقیقاً طراحی شده است. پشت این یک طرح است. بنابراین اگر کسی چنین حرف عقل سلیم را قبول نمی کند که جهانی که با این دقت کار می کند بگیم خود به خود به وجود آمده. من فکر می کنم هیچ حماقتی بالاتر از این نیست. این امر غیر عقلانی است. پس شما فرمودید که شما روی توپ تمرکز کردید. روی جزیره تمرکز نکردید. ای بابا، برای اینکه بفهمانم جزیره را چه کسی ساخته، دارم مثال توپ را میزنم. توپ هم ممکنه وجود وابسته است. جزیره هم ممکنه وجود است. هر دو نیازمند یک واجب الوجود هستند. در ادامه گفتند که در طبیعت عدالتی نیست. ما تصمیم میگیریم که اخلاق چیست، عدالت چیست. ما تصمیم میگیریم مثل صندلی رانندگی، قوانین ترافیکی، این را که خدایی نگفته. به این میگویند برابری کاذب. این یک مغالطه منطقی است. شما مثال رانندگی و ترافیکی را زدید.
این اخلاق ذهنی است. شما نمیتوانید اخلاق ذهنی قراردادی را مثال بزنید و بر سر اخلاق عینی بکوبید. عدالت اخلاق عینی است. اگر میگویید در طبیعت عدالت نیست، پس نبودن عدالت طبیعی است. پس بگذارید طبیعت همان طبیعت بماند. چرا ما اینقدر در دنیا تلاش میکنیم تا عدالت را برقرار کنیم؟ این حرف غیر منطقی است، غیر عقلانی است. بنابراین بسیاری چیزهایی هستند که به طور عینی بد یا خوب هستند و بسیاری چیزها هستند که ذهنی هستند. آن چیزی که به طور ذهنی اخلاقی یا غیر اخلاقی است، آن را با توافق اجتماعی یا سلیقه شخصی تعیین می‌کنیم. اما اخلاق عینی که عدالت جزو آن است و ایشان بارها تکرار کردند، این عینی است، ذهنی نیست. اگر شما میگویید این ذهنی است، سوال من از شما این است: آیا اگر با توافق اجتماعی ظلم را کار دستی اعلان کنند، شما آن ظلم را توجیه خواهید کرد؟ نکته دیگر، ایشان گفتند اگر 2 پیمانه شراب بنوشید در همان حد نمیماند و زیاد می شود و گفتند ماجرای مذهب هم همین است. 2 پیمانه میخورید زیاد می شود. این مثالی است که می توانید همه جا به کار ببرید. اگر آن را روی آتئیسم بیخدایی به کار ببرید. وقتی شما 2 پیمانه از آتئیسم بنوشید، آنقدر زیاد می شود و رشد می کند که تبدیل به کره شمالی می شود. متشکرم. برای دور اول پاسخگویی من از جاوید صاحب دعوت می کنم. شما 7 دقیقه وقت دارید. لطفاً زمان را تنظیم کنید. خوشحالم از اینکه مفتی صاحب هم پذیرفتند که در طبیعت عدالت نیست. پس هر چیزی که انسان نساخته است در آن عدالتی وجود ندارد. یک نکته را عرض کنم. لطفاً تحقیق کنید. این گل‌های بسیار زیبایی که در باغ می‌بینید هیچ کدام طبیعی نیستند. تمام این گل‌ها با پیوند زدن ساخته شده‌اند. گل‌هایی که در جنگل هستند بسیار معمولی اند. این گل‌هایی که می‌بینید و به به می‌گویید ساخته دست انسان هستند. گل‌های متفاوت را پیوند زدند، پرورش دادند و این گونه ساختند. گل‌های طبیعی نیستند. اگر به جنگل و بیابان بروید، گل زرد نخواهید دید. اینها را انسان ساخته است. انسان کارهای زیادی انجام داده است. اما شما پاسخ یک سخن مرا ندادید. و من گله دارم. ایمان چیست؟ و چرا شما از من تقاضای ایمان می کنید؟ شما که منطقی هستید. شما که تمام استدلال‌ها را دارید. شما که تمام مدارک را دارید. پس چرا تقاضای ایمان می کنید؟ که برادر تو تسلیم شو و سوال نکن. هیچ دینی اجازه پرسیدن تمام سوالات را نمی دهد و منع می کند که زیاد سوال نکن، گمراه می شوی. چرا مانع می شوید؟ حقیقت این است که تاریخ بشر چیست؟ تاریخ بشر این است که 2 نوع انسان در دنیا بودند. نخست کسانی که نادانی خود را پرسش کردند. دوم کسانی که با نادانی و جهل خود جنگیدند و تحقیق کردند که ماجرا چیست. این که شما امروز میگویید حیران هستید که برادر این جهان چگونه ساخته شد؟ مردم حیران بودند که خورشید که غروب می‌کند چطور از آن طرف طلوع می‌کند. و شما یک قدم جلو می‌روید و آماده اید بپذیرید. اما چرا یک قدم عقب‌تر نمی‌روید؟ برادر شما به او خدا می‌رسید و می‌گویید سوال نکن که او از کجا آمد. این قدرت همیشه بود و خواهد بود. پس چرا درباره جهان این را نمی‌پذیرید؟ چه مشکلی دارید؟ یک قدم قبل‌تر بایستید. آیا این جهان همیشه بوده یا نبوده؟ ما می‌دانیم. و گفتن این که ما نمی‌دانیم جالب اینجاست که تمام ادیان دنیا همه چیز را می‌دانند. این دنیا چطور ساخته شد؟ چطور از بین می‌رود؟ بعد از مرگ چه می‌شود؟ اینها به همه چیز علم دارند. هیچ کدامشان نمی‌دانستند دایناسورها قبلا بودند. هیچ کس نمی‌دانست. در کتاب مذهبی هیچ کجای دنیا ذکری از دایناسور نیست. اما بقیه حرف‌ها را چگونه جهان را در 4 درس ساده بسازیم و بقیه چیزها را می‌دانند. کسی که همه چیز را می‌داند مشکوک است، یک جای کارش می‌لنگد. ما باید این تواضع و فروتنی را داشته باشیم که بگوییم ما خیلی چیزها را نمی‌دانیم. اما نباید آن را پرستش کنیم. نباید نادانی خود را پرستش کنیم.
باید تلاش کنید تا بفهمیم این دنیایی که شما در آن نشسته اید، آقا این سالن، این برق، این میکروفون، هواپیمایی که با آن آمده اید، ماشینی که با آن به اینجا آمده اید، اینها همه ساخت کسانی است که سوال کردند. این دنیا که امروز در آن راحت هستید ساخته کسانی است که سوال پرسیدند و در هر مرحله این سوالات مکرو خوانده شد، غلط خوانده شد. لطفاً کمی تاریخ بخوانید. کتاب جالبی است از برتراند راسل درباره دین و علم که از چه زمانی دین علیه علم بوده است. کار به جایی رسید که مخالف موتور بخار بودند و واتیکان علیه آنها فتوا داد. پس همیشه همین بوده. همین حالا وقتی جناح راستی ها در آمریکا به قدرت میرسند، آن چیزی که با آن میگویند بذر؟ نه، آن که در بدن انسان است، سلول بنیادی؟ نه برادر، تحقیق روی آن متوقف می شود. جمهوری خواهان اجازه نمی دهند. जी नहीं भाई, वो जो ह्यूमन बॉडी के उस पर रिसर्च बंद हो जाती है, रिपब्लिकन नहीं करने देते। अरे भाई इतना डर क्या है तुम्हें? एक जमाने में बहुत नाराज थे ये सारे। آخر برادر، این چه ترسی است که شما دارید؟ زمانی تمام مذهبی ها خیلی عصبانی بودند که این انسان دارد سعی می کند انسان بسازد. شما چه مشکلی دارید؟ اگر ساخت که بگذاری بسازد. این وحشت چیست؟ و این که شما میگویید غیر ممکن است، این چطور شد؟ داستانی یادم آمد. کلاس ششم بودم. ریاضی هم بسیار ضعیف بود. معلمی گرفتند. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 7 را یاد داد. آن روز را فراموش نمی کنم مفتی صاحب. روزی که یاد داد 1 و 2 چیز و 3 و 4 چیز. احساس کردم سرم از وسط می شکافد. این مرد دارد میگوید که همینطور راه برو داخل دیوار. امروز با آن حرف میخندم. پس حرفهایی که امروز کاملا فراتر از ذهن شماست و از دیدنشان حیرت میکنید. زمانی میرسد که معمولی به نظر میرسند و این اتفاق افتاده است. این تاریخ بشر است. اینقدر زود همه قضاوت‌ها را نکنید. کمی فروتنی داشته باشید که بگویید برادر ما نمیدانیم. گفتن این چه اشکالی دارد؟ این جهان تا کجا گسترده است؟ از کی بوده و تا کی خواهد بود؟ ما نمیدانیم. شما تصمیم گرفته اید کی ساخته شده. طبق حساب شما حدوداً 14 میلیارد سال پیش ساخته شده. قبل از آن هزاران میلیون میلیارد سال خدا نشسته بوده. چه کار میکرد؟ خاموش نشسته بود؟ همینطور خمیازه میکشید؟ بعد ایده‌ای به ذهنش رسید؟ رفیق، یک کاری بکنید وقت خوش بگذرد. روی جهان شما فکر کنید. او که همیشه بوده؟ نه، اما جهان همیشه نبوده. این ساخته شده. و قبل از آن چه بود؟ کار ایشان چه بود؟ این سخن عجیبی است. خیلی آسان است. مسائلی که ما امروز کم کم داریم میفهمیم. 2500 سال پیش کسی به شما گفت چه بوده و شما پذیرفته اید و از آن موقع همان را باور دارید که 2500 سال پیش گفته شد. همه چیز تغییر کرده است. مسائل دارند حل می شوند. علم هرگز ادعا نمی کند یا هیچ فیلسوفی ادعا نمی کند که ما همه چیز را می دانیم، بلکه می گوید هرچی بیشتر می دانیم می فهمیم که چقدر کم می دانیم. پس بیایید با جهالت خود بجنگیم، نه اینکه آن را پرستش کنیم. متشکرم. بسیار متشکرم. من در سلسله استدلال‌ها برای دور دوم مفتی صاحب را دعوت می کنم. شما یک بار دیگر 7 دقیقه وقت دارید. متشکرم. جناب جاوید اختر چندین بار تکرار می‌کنند که معنای ایمان را بگو. من که گفتم ایمان هم درست می‌شود هم غلط. و امروز ما درباره ایمان صحبت نمی‌کنیم. ما درباره حقیقت و آیا خدا وجود دارد صحبت می‌کنیم. آیا خدا هست؟ این حقیقت است. یعنی خدا هست یا نیست. حقیقت کدام یکی است؟ حالا شما نامش را ایمان بگذارید یا باور. به من مربوط نیست. بعد شما گفتید که مذهب جلوی سوال کردن را میگیرد. من میگویم هر کس معنی میکند او معنی میکند. من که معنی نمیکنم. سوال کنید. بلکه سوال کنید. باید سوال کرد. ما با سوال کردن است که پیشرفت میکنیم. به همین دلیل من امروز اینجا آمدم. اما سوال فقط از خدا نخواهد بود. از شما هم خواهد بود.
از آتئیسم هم سوال خواهد شد. سوال فقط از مذهب نخواهد بود، از همه خواهد بود. و امروز من سوال خواهم کرد و امیدوارم که شما پاسخ دهید. تا الان شما به استدلال وابستگی هیچ پاسخی نداده اید. خب شما گفتید چرا درباره جهان نمیگویید که ابدی است؟ زیرا منطقاً ممکن نیست که جهان ابدی باشد. جهان یک چیز وابسته است. چیزی که پابند زمان و مکان است، چیزی که محدود به زمان و مکان باشد. وابسته ممکن الوجود خواهد بود و چیزی که وابسته باشد آغازی داشته است و چیزی که آغاز داشته باشد نمیتوان ابدی باشد. این یک حرف معمولی بدیهی است. شما گفتید در هیچ کتابی مذهبی ذکر دایناسور نیست. افسوس که تا امروز در هیچ کتاب ریاضیاتی هم من ذکر دایناسورها ندیدم. پس معنایش این است که کتاب ریاضیات بیهوده است؟ خیر، موضوع آن کتاب این نیست. موضوع وحی و کتاب‌های مذهبی این نیست. بیاید بگوید که دایناسور کی بود. آن آمده تا اخلاق بیاموزد، آمده تا درباره خدا بگوید، آمده تا حقیقت و واقعیت‌های غیر فیزیکی را آموزش دهد. گفتید دین جلو علم را میگیرد. خیر نمیگیرد. اگر میگیرد کار اشتباهی میکند. دین جلوی ساینتیسم علم زدگی را میگیرد که جناب جاوید صاحب دوچار آن هستند. میان علم و ساینتیسم تفاوت است. ساینتیسم یعنی این که شما فکر کنید علم و روش علمی تنها منبع کسب دانش است. میان علم و ساینتیسم تفاوت است. ساینتیسم یعنی این که شما فکر کنید علم و روش علمی تنها منبع کسب دانش هستند. این ساینتیسم است. ما این را رد میکنیم. ما به علم پیشرفت میکنیم. برادر، اگر شما تمام تاریخ را بخوانید متوجه خواهید شد. به هر حال این موضوع جداگانه است. بعد ایشان واژه‌ای گفتند که واتیکان فتوا داد. واتیکان هیچ ارتباطی با فتوا ندارد. این دو واژه متضاد هستند. فتوا اصطلاح اسلامی است. بعد گفتم ما نمیدانیم. اگر نمیدانید پس به وضوح بگویید که نمیدانم. چه اشکالی دارد؟ من هم همین را میگویم که بگویید نمیدانم. اما چرا ادعا میکنید که خدا وجود ندارد؟ بگویید نمیدانم. ممکن است باشد، ممکن است نباشد. اما شما دارید ادعا میکنید. لحظه‌ای میگویید خدا وجود ندارد. این یک ادعاست. و حالا بار اثبات بر دوش شماست. همانطور که بر دوش ماست. و چرا هست؟ من میگویم از نظر فلسفی ادعا فقط این نیست که انسان ادعای مثبت کند. اگر ادعای منفی هم بکند بار اثبات دارد. مثلا اگر من بگویم در آن اتاق هیچ کس نیست، من یک ادعای دانش کردم. یا باید بگویم نمیدانم، شاید باشد، شاید نباشد. این ادعا نیست. اما وقتی میگویم آنجا هیچ کس نیست یا میگویم آنجا کسی هست، هر دو ادعا هستند. هر دو بار اثبات دارند. بر دوش ما هم بار اثبات است. من استدلال وابستگی را آوردم. این را بشکنید و نشان دهید. آخرین نکته. ایشان گفتند خدا قبل از ساختن دنیا 150 سال پیش یا میلیون ها سال پیش چه میکرد؟ ای حضرت، بگذارید جواب دهم. شما شخصیت محترم ما هستید. اگر شما نبودید من اصلا پاسخ نمیدادم. زمان، این 100 سال پیش یا 100 سال بعد، قبل، بعد، الان، اینها واژگانی هستند که به زمان مرتبط می شوند. زمان خودش بعد از آغاز جهان شروع شده است. پس اینکه خدا قبل از آن چه می کرد، این سوال غیر منطقی است. این مغالطه است. یعنی شما دارید میگویید قبل از ساخته شدن جهان خدا چی میکرد؟ قبل از ساخته شدن زمان؟ قبل مربوط به زمان است. آن موقع زمان وجود نداشت. پس این سوال در مورد خدا اصلا نامعتبر است. نکته دیگر، استدلال وابستگی که من مقابل شما ارائه کردم، شما بارها این را ثابت کردید و میگویید خدای حفره‌ها. ببینید قبلا نمیدانستیم. علم کشف کرد. ساده‌اش را با این مثال توضیح میدم. آن حفره‌ای که شما از آن حرف میزنید، علم آن حفره‌ها را با هر چیزی که پر کند و ثابت کند، آن چیز هم خودش وابسته خواهد بود. حالا چه نیرو باشد، چه ماده، چه انرژی. بنابراین سوال ما آن زمان هم معتبر خواهد بود تا وقتی که شما به واجب الوجود برسید. و تسلسل علل در دنیای واقعی ممکن نیست. پس ظاهراً باید یک جا توقف کرد. و تسلسل علل در دنیای واقعی ممکن نیست. پس ظاهراً باید یک جا متوقف کرد. جایی که توقف کنیم همان خداست. نکته دیگر شما گفتید. چه میگفتم؟ کدام نکته؟ همین الان. بله، جایی که توقف میکنیم خداست. بله، ذکر زمان، خدای حفره‌ها. ببخشید. یک مثال برای این بزنم. یک ماشین است. آقا می‌بیند که برادر این ماشین چرخهایش چقدر خوب نصب شده. فرمانش در جای درستی قرار گرفته و صندلی‌ها چقدر خوب طراحی شده‌اند. این ماشین چقدر دقیق کار می‌کند.
پس حتما کسی آن را خلق کرده است، کسی ساخته است. حالا جاوید صاحب میگویند جناب کاپوت را باز کنید. در این موتور است. موتور دارد این ماشین را میراند. پس ثابت شد هیچ کس ماشین را نساخته است. این غیر منطقی است. این غیر عقلانی است. شما و وسیله موتور آن حفره‌ها را پر کردید. توضیح دهید. اما آیا با آن خلقت ماشین و خالق آن ناممکن می شود؟ چنین چیزی ممکن است که سوال آن از بین برود؟ خیر، شما با پر کردن حفره‌ها با چیزهای وابسته مکانیکی مشاهده ما را وسیع‌تر کرده اید. حالا ما بیشتر فهمیدیم که سیستم این ماشین چقدر پیچیده است. قبلا کمتر می‌فهمیدیم. حالا پیچیدگی واضح‌تر شد. حالا ما می‌فهمیم که یقین ما بیشتر می‌شود که حتما این ماشین را کسی ساخته است. ماجرای جهان هم همین است. علم همیشه چیزهای دنیایی فیزیکی را پر می‌کند و با چیزهای فیزیکی پر می‌کند، چون شواهد تجربی مرتبط به دنیای فیزیکی است. شما به وسیله علم هرگز نمی‌توانید واقعیت متافیزیکی را ثابت کنید. این استفاده از ابزار اشتباه است. این همان کاری است که شما بخواهید با فلزیا پلاستیک پیدا کنید که این مشخص است درست نیست. متشکرم. بله، این دوره دوم استدلال هاست. 7 دقیقه. نخست میخوام به شما عرض کنم که شما گفتید وقتی کائنات نبود زمان هم نبود. هیچ چیز نبود. چطور نبود؟ خدا که بود. یک وجود از خدا بوده دیگر. پس وقتی خدا بود زمان هم حتما بوده است. اینطور نیست که هیچ چیز نبوده باشد. خدا بود. بسیار خوب. نکته دیگر این که شما گفتید آقا ثابت کنید. شما هم منطق دارید. من هم منطق دارم. این مسئولیت من نیست که ثابت کنم خدا هست یا نیست. برتراند راسل سخن بسیار خوبی گفته است. من اگر ادعا کنم که یک قوری چای دارد دور سیاره مریخ میچرخد، این وظیفه شما نیست که ثابت کنین این قوری چای آنجا نیست. این وظیفه من است که ادعا کردم. من ادعا کردم. این ادعا را مذهبی‌ها میکنن که خدا هست. چرا من باید ثابت کنم که نیست؟ تا زمانی که شما مرا قانع نکنید من نخواهم پذیرفت. مسئولیت شماست، مسئولیت من نیست. دوم اینکه این حفره‌ها هرگاه مذهبی را به چالش میکشند، وقتی چنین بحثی پیش میآید هیاهو به پا میشود که چرا ایمانی را به چالش کشیدند. این علم را در جاهای مختلف و در زمانهای مختلف مذهب سعی کرده است متوقف کند. این کتاب دین و علم اثر راسل است. بخوانید، برایتان جالب خواهد بود. تاریخ همین است. رابطه مذهب با علم همین بوده است. بسیار خوب. حالا بیایید فکر کنیم که این وجود مذهب و این باور به خدا انسان را بهتر می کند. یک کار انجام دهید. نقشه جهان را بردارید و علامت بزنید که مذهب کجاها بیشتر است. کجاها؟ چه آمریکای لاتین باشد، چه خاورمیانه، چه شرق دور یا آن مناطق هندوستان که مذهب گرایی زیاد است. آن نقشه را جدا بگذارید. حالا نقشه دوم. کجا بی‌عدالتی، سرکوب، پایمالی، حقوق زنان، ظلم و دیکتاتوری وجود دارد؟ نقشه همان خواهد بود. منطبق می شوند. پس شما به من بگویید که طرز مصرف کاربرد این چیست؟ طرز مصرف خدا را به من بگویید. شما داروی کوچکی هم کنار خیابان می فروشید. طریقه مصرفش را می گویید. از استفاده این خدا که فایده‌ای به کسی نرسیده است. تمام کشورهای خراب، جوامع خراب، همه آن ظلم‌ها را به نام خدا انجام می‌دهند. آنها غلط انجام می‌دهند یا درست، به من چه ربطی دارد؟ از استفادهش معلوم می‌شود دیگر. شاید بطری ویسکی دیده باشید. قرمز رنگ است. نور می‌خورد و زیبا به نظر می‌رسد. به کسی چه ضرری دارد؟ استفادهش غلط است. برای همین شما آن را نمی‌پسندید. استفاده این مذهب غلط است. استفاده این تصور غلط است و همواره غلط بوده است. شما تاریخ بشر را ببینید. امروز را ببینید. هندوستان را ببینید. دنیا را ببینید. چه دارد می شود؟ چطور دارند از این استفاده می کنند؟ آیا اهل ایمان انسان‌های با انصافی هستند؟ عادل هستند؟ کسانی که به خدایان خود یقین دارند، آنها چطور آدم‌هایی هستند؟ آیا به مردم انصاف می‌دهند؟ آیا انسان‌های بهتری شدند؟ پس فایده این دارو چیست؟
اگر فایده زیادی داشت خب من هم استفاده میکردم، اما من هیچ فایده در این دارو نمیبینم. من یک نکته دیگر میگویم، اگر کسی مذهبی باشد و آدم خوبی هم باشد، من با او بسیار احترام میگذارم، برای اینکه فکر میکنم خوب بودن آدم مذهبی از خوب بودن من دشوارتر است. برادر، هر چیزی حدی دارد. شما اینقدر میتوانید بدوید، اینقدر میتوانید وزن بلند کنید. به همان ترتیب عقل سلیم میگوید که شما در نیکی کردن هم یک سهمیه‌ای دارید. حالا اگر شما صبح به عبادتگاه خود میروید و عبادت میکنید، وقتی بیرون میایید احساس میکنید که کار خوبی کرده اید. یک سهمیه بسیار بزرگ از نیکی شما خرج شده است که از آن به هیچ کس فایده نرسید. اما من که نمیروم، عبادت نمیکنم، پس من مجبورم به کسی غذا بدهم، به بیوه‌ای کمک کنم تا سهمیم را پر کنم. من چطور سهمیم را مصرف کنم؟ شما تمام آدم‌های مذهبی سهمیتان را در کارهای بیهوده مصرف می‌کنید و اگر بعد از آن هم اندک شرافت در شما باقی ماند. ای والله، چه حرفی است! یک نکته برای من بسیار جالب است، اینکه هر دو دانشمند به زمان اعتقاد دارند و خیلی به موقع و حتی گاهی قبل از پایان زمان سخنانشان را تمام می‌کنند و سر جایشان می‌نشینند. این دور دوم استدلال تمام شد. حالا دور پاسخگویی است. نه، استدلال شما تمام شد آقا، نوبت من است. در سیلابس درسی مدرسه ما داستانی تدریس می شد به نام 5 پهلوان، اثر پلمنچند. شما آسوده خاطر باشید، من نمیگذارم به هیچ دوری از شما از دست برود. دور دوم پاسخگویی، مفتی شمایل ندوی صاحب. در واقع مشکل حقیقی این است که جناب جاوید صاحب مفهوم خدا برایشان روشن نیست. ایشان گفتند قبل از کائنات خدا بود. پس آن موقع هم زمان بوده است. خود کائنات بخشی از زمان است. آن خدایی که ما به عنوان واجب الوجود قبول داریم. ضروری است که بی زمان باشد. چرا؟ چون او خالق زمان است. وقتی او زمان را خلق کرد، خودش چطور میتواند در زمان باشد؟ وقتی او مکان را خلق کرد، خودش چطور میتواند درون مکان باشد؟ اگر او از قبل پایبند زمان و مکان باشد، پس چه چیزی را خلق کرده است؟ بنابراین این سوال غلط است که خدا بود پس زمان هم بود. هرگز. ما پایبند زمان هستیم، خدا نیست. ما به دنیای فیزیکی تعلق داریم، او به یک واقعیت متافیزیکی. نکته دوم، ایشان مثال زدند که یک قوری چای در هوا میچرخد و نمیدانند شاید به راسل ارجاع دادند. به هر حال مشکل همینجاست. مشکل این است که ما نمیتوانیم میان چیزها تفاوت قائل شویم. این مثالی که شما زدید تخیل است و چیزی که من دارم اثبات میکنم ضرورت منطقی است. شما اگر برای تخیل کردن آمده اید، هر کاری بکنید. در ژوپیتر فیل صورتی باشد، اسب تکشاخ باشد، فرض کنید. این چه تأثیری بر کائنات دارد؟ شما با آن نمیتوانید ضرورت منطقی را ثابت کنید. من دارم درباره علت اولیه حرف میزنم. دارم از واجب الوجودی حرف میزنم که بدون آن هستی این کائنات ممکن نیست. نکته دیگر، اینکه علم مذهب را به چالش میکشد و غیره، این اصلا موضوع بحث ما نیست. من اگر در این باره حرف بزنم وقتم میرود، چون بحث ما درباره مذهب نیست. علم، مذهب و به خصوص جهانبینی من علم را دنبال نمی کند، تابع آن نیست، بلکه ساینتیسم علم زدگی را مذمت می کند. توضیحش را قبلا دادم. نکته دیگر، ایشان گفتن نقشه جهان را بردارید از 2 جای مختلف. حضرت، من این تکلیف شب را انجام داده بودم و من یک نقشه از خاورمیانه برداشتم و یک نقشه از اروپا. این منطقه مذهبی و این منطقه لیبرال و آتئیست. من متوجه شدم که بیشترین آمار پرونده های تجاوز در آنجاست. من این را متوجه شدم طبق گزارش سازمان ملل. من این را از خودم در نمی آورم که زنانی که شاغل هستند در کشورهای اروپایی 81% از زنان در محل کار مورد آزار جنسی قرار می گیرند. این در خاورمیانه اتفاق نمی افتد، نه فقط به خاطر اینکه مردم مذهبی هستند. به هر حال، نکته دیگر، ایشان گفتند که خوب بودن یک آدم مذهبی از خوب بودن ما بسیار سخت‌تر است. بسیار سخت است؟ پس معنایش این است که شما غیر از خدا استاندارد دیگری برای خوب و بد دارید. من میخوام در بخش گفتگوی دو طرفه دقیقاً درباره همین موضوع صحبت کنیم. بسیار متشکرم. این دوره دوم پاسخگویی است. شما 5 دقیقه وقت دارید و پس از آن پرسش و پاسخ متقابل را شروع می‌کنیم. شما می‌توانید اگر خواستید پاسخ سوالاتی که پرسیدند را در همین وقت پاسخگویی بدهید. ببینید، نخست این که این مثالی که زدید غلط نیست.
نه، غلط است. ایشان همان اول ما را رد کردند. گفتند با عقل مسئله حل نمی شود. با منطق نمی توانید به آن برسید. این یک چیز متافیزیکی است. متافیزیک واژه عجیبی است. کسی معنای دقیقش را نمی داند. به نظر می رسد چیز خیلی بزرگی است. آخر برادر، متافیزیک چیست؟ بگو. بیست. این واژه‌ای است که هر جایی استفاده می شود. وقتی شما دارید بحث می کنید و با من مناظره می کنید، به من نگویید متافیزیک. شما منطقاً برای من اثبات کنید. و اگر منطقاً صحبت نمی کنید و می گویید آقا این متافیزیک است، پس ما درباره چه حرف می زنیم؟ گفتگوی من و شما به گفتن این که زمان قبلا نبود، پس چرا می گویید او همیشه بوده و همیشه خواهد؟ همیشه یعنی زمان، یعنی یک وقتی. اگر زمان وجود ندارد پس همیشه چطور ممکن است؟ به هر حال او خواهد بود. حالا من این را می بینم. شما گفتید که آنجا در غرب تجاوز بیشتر رخ می داد. ما یک چیز را می بینیم. این دنیایی که او بر آن قادر مطلق است، دنیایی که بدون خواسته او برگی تکان نمی خورد، او قدرتمند مطلق است. این دنیا چطور دارد اداره می شود؟ و حال روز این دنیا چیست؟ 45,000 کودک که سنشان کمتر از 10 سال بود در مصیبت ها مردند. در کالاهاندی بچه‌ها از گرسنگی می‌میرند. دیفتری بیماری عجیبی است. در گلو پرده غشایی ایجاد می‌شود و مرگ آغاز می‌شود. بچه کبود می‌شود. بچه فقیر. این قادر مطلق است. هر کاری بخواهد می‌کند. برای همین شما دعا می‌کنید که فلان کار ما را انجام بده، آن کار را بکن. پس معنایش این است که او در زندگی روزمره دخالت می‌کند و او دارد می‌بیند. اگر او واقعاً وجود دارد، محض بحث می‌گویم، پس وقتی من دنیا را می‌بینم، در دل من برای او هیچ احترام ایجاد نمی‌شود. این چه کاری است که می‌کنی تو؟ تو که تماما قدرتمندی، قادر مطلقی، همه جا هستی. تو که باید آنجا در غزه بوده باشی. نه؟ تو همان جا هستی. تو میدیدی که آن کودکان چطور تکه تکه شد. تو داشتی میدیدی و تو میخواهی که من تو را پرستش کنم. و فرض کنیم تو هستی. از اینکه نخست وزیر ما بهتر است. حداقل کمی فکر میکند. عجیب است. شما دارید چه کسی را عبادت میکنید؟ اگر او باشد، هم این دنیا پر از بی‌عدالتی، ظلم، جور و خشونت است و شما نگویید که او دارد می‌بیند و یک روز نشان خواهد داد. اگر او می‌بیند و دخالت نمی‌کند، پس شما چرا دعا می‌کنید؟ شما می‌گویید کار مرا راه بنداز. معنایش این است که او می‌تواند دخالت کند. او می‌تواند به شما شغل بدهد اگه چه به نفر دیگر نرسد. اما کار شما را راه می‌اندازد چون دعا کرده اید. پس وقتی می‌تواند به شما شغل بدهد، دخترتان را شوهر بدهد، برای پسرتان گرین کارت بگیرد، پس حداقل جلوی مرگ این بچه‌ها را می‌گرفت. اگر این دنیا مالکی دارد، یک حاکم قادر مطلق دارد و دنیا این گونه دارد اداره می شود. من ترجیح میدم که نباشد، وجود نداشته باشد. اگر وجود داشته باشد باعث شرمساری بزرگی است. متشکرم. خانم ها و آقایان، دو دوره استدلال و دو دوره پاسخگویی به پایان رسید. اکنون ضروری ترین و دشوارترین مرحله آغاز می شود. حالا متانت و صبر این دانشمندان هم سنجیده خواهد شد. ما زمان 16 دقیقه را برای این بخش تعیین کرده ایم. آیا شما می خواهید سوال اول را بپرسید؟ بله، حتما. لطفاً این تریبیون ها را جابجا کنید. فقط کمی عقب ببرید. باید دستتان را بلند کنید، نام خود را بگویید و حداکثر در 3 جمله سوال را تمام کنید. خیلی ها به جای سوال پرسیدن سخنرانی می کنند. امروز باید از این کار پرهیز کنیم. بفرمایید. مفتی صاحب، نوبت سوال اول شماست. 16 دقیقه وقت داریم و سوالات هر دو طرف را خواهیم شنید. بفرمایید. خیلی ممنون. نکته‌ای که الان در بخش قبل فرمودید بسیار مهم بود. دوست دارم جلوتر درباره‌اش بحث کنم. اما چون حالا بخش پرسش و پاسخ متقابل است، اولین سوال من از شما این است. من مدتی است دارم درباره استدلال وابستگی حرف میزنم و این را روی عقل میگویم. شما بگویید آیا تسلسل علل، این که علتها تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد را ممکن می‌دانید یا وجود یک واجب الوجود، وجود ضروری را درست می‌دانید؟ چون تنها همین دو گزینه ممکن است باشد. شما بگویید.
ببینید، من میخوام با صداقت صحبت کنم. یکی این که من واژه را درست متوجه نمیشوم و همین الان واژه انگلیسی که استفاده کردید برای من کمی دشوار و پیچیده به نظر می آید. آیا می توانید به زبان ساده تر این سوال را بپرسید؟ قطعا می توانم. ببینید، هر چیزی در جهان وابسته است، یعنی برای موجود بودن به چیزی دیگر تکیه دارد و هر چیزی که وابسته باشد نمی تواند مستقل باشد. پس حتما علتی دارد. حالا شما چه فکر می کنید؟ آیا این یک زنجیره بی پایان است؟ یعنی علت پشت علت، علت پشت علت و تا ابد ادامه داشته باشد؟ چون اگر اینطور باشد که ما اصلا به وجود نمی آییم. از نظر منطقی این یک موضوع توافق شده است. ببخشید، در این مورد توافق کردیم که اگر واژه مشکلی آمد معنای آن را بگویید. درست است. پس زنجیره بی‌پایان علت‌ها ممکن نیست. پس باید یک جای روی یک وجود ضروری توقف کنید. نه، هیچ نیازی به توقف نیست. چه کسی گفته باید توقف کنید؟ شما روی خدا توقف می‌کنید؟ شما در واقع توقف نمی کنید. شما می گویید او همیشه بوده است. از زمانی بوده که اصلا زمانی وجود نداشته است. شما کجا توقف می کنید؟ فقط می گویید که او بود. شما پاسخ نمی دهید. چرا ما نتوانیم بپذیریم که این جهان یا حتی چند جهانی همیشه بودند؟ ما در این پدیده‌ای داریم به نام سیاهچاله که همه را در خود می بلعد. دوباره منفجر می شود و دوباره گسترش می یابد. و در این میان که اصلا جایگاه انسان چیست؟ روی یک ذره کوچک ما 50 تا 60 سال عمر داریم. در برابر کائناتی که میلیاردها سال عمر دارد و تولد ما هم به دلیلی بسیار بیهوده بوده است. پس فکر کردن درباره اینکه دلایلش چیست و چرا هست، اینکه وابسته است، این را ما داریم میبینیم. چه میدانیم؟ شما فکر میکنی این جهان که دارد گسترش مییابد به کجا گسترش مییابد؟ کجا دارد میرود؟ چرا گسترش مییابد؟ آقا تو ساختی؟ صبر کن برادر. برای ما کافی است. چرا گسترش می‌یابد؟ و کدام کائنات؟ آنکه من با تلسکوپ می‌بینم و 2 میلیارد سال نوری فاصله دارد. آنکه به من ربطی ندارد. 2 میلیارد سال، یعنی اگر با سرعت نور 186,000 مایل بر ثانیه برویم، 200 میلیون سال طول می‌کشد تا برسیم. چه نیازی با این بود؟ این دنیا و کائنات برای انسان، برای اشرف مخلوقات ساخته شده است؟ نه؟ این اصطلاح نفهمیدم. چیزی خاصی هم برای فهمیدن نداشت. گفته میشد نهایتاً تمام این جهان برای انسان ساخته شده است. اما معنای آن این نیست که اگر دلایل چیزی را شما نمیدانید پس دلیلی ندارد. به این میگویند من نمیدانم، اما مسئولیت من نیست. راسل حرفی درستی زده بود. شما آن را به شوخی گرفتید. برادر، شما دارید ادعایی میکنید. چرا من بگویم ادعا غلط است؟ شما ثابت کنید که ادعا درست است. مسئولیتی بر دوش من نیست. من نگفتم، ادعای بیهودگی نکردم. شما ثابت کنید که درست است. شما جواب استدلال وابستگی را بدهید. آیا شما میخواهید سوالی بپرسید؟ شما میخواهید از مفتی سوال کنید؟ چون این دوره پرسش و پاسخ است. بله، همانطور که قبلا صحبت می‌کردید درباره ایمان. من می‌خوام این را بپرسم که خدا وحیایی که فرستاده نه در یک دین بلکه در ادیان بسیاری فرستاده است. وحیای متفاوتی هستند. جای یک سخنی است، جای سخن دیگر. میان آنها تناقض هم وجود دارد. جایی کاری را می‌توانید انجام دهید، جایی نمی‌توانید. اینطور نیست که کد اخلاقی همه یکی باشد. پس ماجرا این چیست؟ حالا شما ببینید که من گاهی احساس میکنم که مثلا فینال جام جهانی فوتبال است و میلیون‌ها نفر آنجاست و میلیون‌ها نفر آنجا هستند. بعد تلویزیون هم پخش میکند و میلیون‌ها نفر میبیند. اگر در آن میان یک صدای قدرتمند از خدا میآمد که من خدا هستم، هم تمام مردم آنجا میشنیدند و در تلویزیون میشنیدند و ماجرا تموم میشد. این همه رازداری برای چیست؟ که حتما باید مدرکی به ما بدهی که آقا این کائنات چطور ساخته شده؟ با این چه مسئله حل می شود؟ من از شما خواهم پرسید خدا چطور ساخته شد؟ چرا نپرسم چطور ساخته شد؟ بلکه او که از کائنات بسیار باهوشتر است. از کائنات بسیار. بله، شما خواهید گفت که او همیشه بوده و من قبول خواهم کرد. دوم این که او قادر مطلق است، یعنی کسی که هر کاری بخواهد میتواند انجام دهد. میتواند به شما شغل بدهد. میتواند ازدواج شما را در جای خوبی جور کند. میتواند کاری کند که همسایتان در دادگاه ببازد و شما برنده شوید. همه کار میکند. او این دنیا را چطور دارد اداره میکند؟ این دنیا چطور دارد میچرخد؟ آیا شما حیرت نمیکنید؟ یا اینکه بعد از قیامت یک روز عدالتی خواهد بود؟ وقتی کودکی که مرده است
کودکی که با بم تکه تکه شده است، آن وقت انصاف خواهید گرفت. آن موقع اول از همه شما درباره وحی و کتاب‌های مقدس صحبت کردید. من می‌توانم درباره این صحبت کنم، اما امروز نخواهم کرد چون وقت کم است. یک وقت دیگر درباره این بحث خواهیم کرد. من آماده‌ام. این از الان مقدمه دور دوم مناظره شد. چون امروز بحث بر سر وجود خداست، پس من سوالات شما را در همان راستا پاسخ میدم و من هم خواهم پرسید. شما گفتید که من اصلا ثابت نکردم، در حالی که استدلال وابستگی استدلال بنیادی است. شما معنای این را بگویید. منظور شما چیست؟ وابستگی به این معناست که هر موجودی که پایبند هر چیزی دیگر باشد، هر موجودی با هر چیزی که در هستی خود به چیزی دیگر وابسته است و با آن محدود است و با آن نیاز دارد و بر آن تکیه می کند. پس روشن است که آن چیز حتما علتی دارد. این سخن عقل است. شما از استدلال حرف میزنید، من هم همین را میگویم. نکته دوم، شما این سخن را گفتید که کائنات میلیاردها سال نوری دور است. به من چه ربطی دارد؟ به نظر من شما نباید بگویید. شما باید بگویید من فکر میکنم پس آتئیسم هستم. شما باید فکر کنید. فقط در یک دایره محدود نمانید و فکر نکنید، بلکه بیرون بیایید و فکر کنید. شما سوال سوم را بپرسید. شما دو سوال را همزمان پرسیدید. چنین حرفایی نزنید. برخی مردم به شما اعتراض خواهند کرد که شما هر چیزی فکر میکنید. این اجازه را شما ندارید. چنین حرفایی نزنید. برخی مردم به شما اعتراض خواهند کرد که شما هر چیزی فکر کنید. این اجازه را شما ندارید. بله، شما درباره مسئله شر سوال کردید و بارها یک کلمه را تکرار میکنید. خدای قادر مطلق، خدای تماما قدرتمند. در حقیقت همین را باید فهمید که مفهوم خدا چیست. مسئله شر در حقیقت بر پایه دو پیش‌فرض استوار است. اگر شما این دو پیش‌فرض را بفهمید، این مسئله دیگر مسئله نخواهد بود. خواهید فهمید که این استدلال فرو می‌ریزد. نکته اول، یعنی اولین پیش‌فرض غلط شما این است که خدا مهربان است، قادر مطلق است. پس چرا در دنیا ظلم می‌شود؟ اما شما باید بفهمید که طبق جهانبینی ما، خدا فقط قادر مطلق و فقط مهربان نیست، بلکه او بسیار حکیم و بسیار دانا نیز هست. پشت هر کار او حکمت و دانش وجود دارد و هیچ ضرورتی ندارد که آن حکمت و دانش را شما بفهمید یا من بفهمم. اگر شما طبق چیزی که خودتان میفهمید قضاوت میکنید، این استدلال از یک دیدگاه محدود است و ما این اصل را در دنیای خودمان در زندگی روزمره میپذیریم. وقتی ما پیش پزشکی می رویم و دکتر دارویی به ما می دهد، ما نمی گوییم تا زمانی که تمام دانش و حکمتی که تو داری را من نداشته باشم، چرا این دارو را دادی؟ چرا این دارو را دادی؟ من قبول نمی کنم. ما نمی گوییم. ما تخصص او را می پذیریم. چرا؟ چون می دانیم او داناست، او صاحب خرد است. دانش او و خرد او از ما بیشتر است. بگویید آقا. نه. میان دکتر و خدا تفاوت بزرگی است. دکتر درس خوانده است، تحصیل کرده است. یکی این که من حرفش را گوش میدم. نه، این جواب نیست. آقا لطفاً اگر شما بخواهید با تمام حضار صحبت کنید، دیگر مناظره معنایی ندارد. روبروی من صحبت کنید. یعنی شما میگویید چون شما به دکتر باور دارید، پس به خدا هم باور کردید؟ حرف ساده این است که من باور کنم یک قادر مطلق مصلحتی دارد. این بچه هایی که میمیرند مصلحت اوست. من این مصلحت را نمیخواستم. دقیقاً همین را باید فهمید. شما همین الان صحبت مرا کاملا گوش نکردید. من گفتم استدلال شما بر پایه دو پیشفرض غلط استوار است. یک پیشفرض غلط را گفتم. پیشفرض غلط دوم این است که برای وجود شر در این دنیا دلیل خوبی وجود ندارد، در حالی که ما دلایلی داریم. اگر در این دنیا شر نباشد، شما خیر را چطور تعریف می‌کنید؟ اگر ظلم نباشد، شما عدالت را چطور می‌فهمید؟ اگر تاریکی نباشد، شما نور را چطور درک می‌کنید؟ بسیار عالی. هنوز مانده؟ این حرف را خیلی پسندیدم آقا. تا وقتی که تجاوز نباشد، حرمت زنان معلوم نمی شود. شما باز هم جواب کامل مرا نشنیدید. تا وقتی که کودکان قتل عام نشوند، شما قدر معصومیت کودکان را نمی فهمید. شما جواب کامل را نشنیدید. چه حرفی است؟ چه نکته‌ای در آوردید؟ شما گوش کنید. جاوید، بفرمایید، حرف مرا گوش کنید.
من یک نکته را به شما گفتم. شناخت خیر با شر. نکته دوم، ما در این دنیا برای آزمایش آمده ایم. ما داریم امتحان می شویم و هر انسانی به روش متفاوتی آزمایش می شود و اگر در این دنیا شر وجود دارد، آن شر وسیله است برای پرورش دادن ویژگی های عالی انسانی در درون ما و برای پیشرفت در زمینه های مختلف. و اگر در درون ما و در این دنیا شر وجود نداشت، بگویید معنای آزمایش چه بود؟ اگر من به دانشجویم برگه امتحانی چند گزینه‌ای بدم که جوابهای درست را خودم در آن نوشته باشم و بگویم امتحان تمام شد، این بی‌معنا است. اگر ما در این دنیا برای آزمایش آمده ایم، پس روشن است که خیر و شر هر دو وجود دارد. پس اگر خیر و شر هر دو هستند، این شر را هم خدا ساخته است؟ بله، خدا ساخته است. اما بسیار خوب، این خیلی خوب است. الان که اکثریت دنیا شر است، پس به نظر من خدا انگار طرفدار شر است. هرگز اینطور نیست. اکثریت قدرت دست اوست. چه حرفی میزنید برادر؟ هر کسی که منصف باشد، چه در خانه خودتان که بزرگترین هستین، چه در سازمانی که اداره میکنید، آیا شما آنجا آدم شرور نگر میدارید تا ثابت کنید بقیه آدم‌ها شریفی هستند؟ حرف من را گوش کنید لطفاً. آیا این استدلال غلط است که تا وقتی آدم بد نباشد، آدم شریف به نظر نمی آید؟ اگر ممتحن گزینه‌های غلط می‌دهد، آیا خود ممتحن شرور نمی‌شود؟ کسی که گزینه غلط را انتخاب می‌کند مردود می‌شود. خالق شر را آفرید، اما خودش شر نیست. حرف من را گوش کنید آقا. بگذارید تمام کنم. خالق شر را آفریده است برای آزمایش. او شر نیست. شر کسی است که آن بدی را اختیار می‌کند. سازنده چاقو آدم بدی نیست. کسی که از چاقو بد استفاده می‌کند آدم بدی است. تجاوز را چطور بد استفاده می‌کنند؟ تجاوز نتیجه اراده آزاد انسان است. این تجاوز چطور بد استفاده می‌شود؟ حالا گوش کنید. من دارم میگویم آن شری که در دنیا وجود دارد راه‌های زیادی دارد. یک راهش اراده آزاد خود انسان است. حالا اگه یک متجاوز دارد تجاوز می‌کند، این تقصیر خدا نیست. او دارد از اراده آزاد خود سوء استفاده می‌کند. او باید مجازات شود. به جهنم برای همین ساخته شده است. این اراده آزاد هم ماجرای بزرگی است. وقتی شما کار بدی می‌کنید یا بدی رخ می‌دهد، گفته می‌شود این اراده آزاد است. 7 میلیارد اراده آزاد دارند. روی این سیاره حرکت می‌کنند. 7 میلیارد اراده آزاد. و اگر یک نفر با اراده آزاد خود مرا به قتل برساند، پس من به خواست خدا مردم یا به خاطر اراده آزاد این شخص؟ مرگ من دست خداست یا دست این کسی که اراده آزاد دارد؟ خدا نظام اراده آزاد را ساخته است و با استفاده از اون نظام کسی دارد شما را می‌کشد، سوء استفاده می‌کند و مرا به قتل می‌رساند. حالا مسئول مرگ من کیست؟ پس این گونه بگوییم خدا زندگی می‌بخشد و خدا مرگ می‌دهد. این اشتباه است؟ اصلا اشتباه نیست. بله، نظام مرگ و زندگی را او ساخته است. شما دارید سخن خود را نقض می‌کنید. دوچار تناقض شده اید. همین الان گفتید یک نفر با اراده آزاد خودش را کشت. در اینجا به او اراده آزاد داده شده بود. او سوء استفاده کرد. 7 میلیارد اراده آزاد دارند. روی این سیاره حرکت می‌کنند و شما می‌خواهید که من فقط به فکر خدا باشم؟ آیا نیاز مراقبت آن 7 میلیارد اراده آزاد بود یا نه؟ اینها دارند ویرانی به بار می‌آورند. ویرانی‌ها دارند زیاد می‌شوند. کاملا درست است. پس شما بگویید اگر خدا وجود ندارد، مثلا شما شر را چطور تعیین می‌کنید؟ یعنی چطور می‌توانید شر را به طور عینی و بدون خدا تعیین کنید؟ تعریف کنید. ببینید، در دنیا دو نوع جانور وجود دارد. یکی آنهایی که تنها در جنگل زندگی می‌کنند و یکی آنهایی که گروهی زندگی می‌کنند. هر کسی که در گروه زندگی کند، چه بنیاد مؤسسه شما باشد، چه کلوب باشد، چه حزب سیاسی باشد، چه یک واحد کوچک، شما در آنجا باید قوانینی برای تعامل بسازید. یعنی مردم تعیین خواهند کرد. مردم تعیین خواهند کرد؟ اگر مردم تعیین کردند که تجاوز به کسی درسته است، شما توجیه خواهید کرد؟ شما توجیه خواهید کرد؟ نه، پس پایه اساس شما این شد که مردم شر را تعیین می‌کنند. نه آقا، در دنیا گروهی هستند که تجاوز را در شرایط خاص جایز می‌دانند. من وارد جزئیات نمی‌شوم. خودتان هم می‌دانید. همین داعشی‌ها چه کارها کردند؟ پس آنها چه کردند؟ آنها هیچ ارتباطی با خدا ندارند آقا. من سوال ساده‌ای پرسیدم که شما شر را چطور تعریف می‌کنید؟
شما تنها زمانی می توانید با هم زندگی کنید که اصولی را توصیه دهید که در آن محافظت پایه‌ای از هر کس، حق پایه‌ای هر کس و آرامش هر کس تامین شود. این تنها روش هر سازمانی است که پیش از یک نفر در آن هستند و زندگی این گونه می‌چرخد. اگر در آن اخلال ایجاد کنید، تباهی خواهد شد، خسارت خواهد بود، ویرانی می‌آید. و اگر در آن یک خانه را در نظر بگیرید، یک شوهر است، یک همسر است، بچه‌ها هستند، مادر هم است، دو خواهر و یک برادر هم هستند. حالا در اینجا شما یک نظام نیاز دارید برای با هم ماندن تا به هم اعتماد داشته باشند، خیرهای هم باشند، به هم کمک کنند. چنین زندگی. آقا حرف شما مشخص شد. شما میگویید که مردم تصمیم میگیرند چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. یعنی اکثریت تصمیم میگیرند چه چیزی درست است و چه چیزی غلط. آقا دقیقاً اکثریت. اگر اکثریت بگویید که مانند آلمان نازی نسل‌کشی کردن کار درستی است، شما توجیه خواهید کرد. بعد از این سوال بحث را تمام می‌کنیم. در آن زمان در میان مردمی روی این سیاره بودند. چند نفر آنها کار نازی را درست می‌دانستند؟ آهان، اکثریت سیاره تعیین می‌کند، نه جامعه. پس اکثریت سیاره وجود خدا را قبول دارد. شما چرا قبول ندارید؟ این دوره پرسش و پاسخ متقابل در اینجا به پایان رسید و خیلی خوب بود که این گونه بخشبندی شده است تا جوی که دارد بالا می رود پایین بیاید، تا خشم فروکش کند. اکثریت بزرگ این سیاره خدای ادیان دیگر را قبول دارند، نه خدای شما را. شما قبول نمی کنید. بحث خدا نیست. شما دارید درباره اکثریت حرف می زنید. شما می گویید خیر و شر را اکثریت تعیین می کند. می گویید هر چی اکثریت بگوید درست می شود. همانطور که خودتان توافق کردید بیایید همان فرمت را دنبال کنیم. برادر، من به مردم شریف اعتماد کردم و اعتدال را شرط گذاشتم. خیلی ممنون. موضوع ما آیا خدا وجود دارد است. من با آمادگی کامل آکادمیک برای این موضوع آماده بودم. فکر می‌کردم که استدلال‌های زیاد ارائه خواهم کرد، اما هم به خاطر کمبود وقت و همین که جاوید صاحب مدام به این سو و آن سو یعنی جاده خاکی می‌رفتند، مجبور شدم آن را هم مدیریت کنم. پاسخ دهم درباره آیا خدا هست. من فقط توانستم یک استدلال بیاورم. استدلالی بسیار زیادی هستند و استدلال‌های قطعی هستند و استدلال مرا ایشان حتی در یک دوره هم بررسی نکردند و رد نکردند، حتی در یک دوره هم نه. و نه حتی الان شما، چون الان صحبت پایانی شماست. بگویید. منظورم استدلال وابستگی است. آقا آخر من بارها به شما گفتم معنا را چطور به شما بفهمانم. گوش کنید. دیگر چقدر ساده تر توضیح دهم. من که متوجه نمیشم چرا نفهمیدید. شما می توانید وابستگی خود را اردو بگویید. یک لحظه خانم، میشه صحبت کنم؟ نکته دوم این است که یکی این که شما پاسخ این را ندادید. دوم این که شما برای نبودن خدا هیچ استدلال قطعی نیاوردید. فقط دارید درباره مذهب حرف میزنید. مذهب که امروز اصلا موضوع ما نبود. امروز موضوع ما خدا بود. شما از مذهب شروع کردید و تا داعش پیش رفتید. برادر، ما چه ارتباطی با آنها داریم؟ ما آنها را محکوم میکنیم و آنها چه ارتباطی با خدا دارند؟ اگر کسی کار غلطی میکند، کسی را کشته است، کسی به کسی تجاوز کرده است، او باید مجازات شود و شما هیچ بنیاد قوی و منطقی برای اخلاق ندارید. شما گفتید که اکثریت تعیین میکند که جامعه چه باشد و همان درست است. من گفتم پس شما هیتلر را هم درست میدانید. گفتید نه اکثریت سیاره تعیین خواهند کرد. خب اکثریت سیاره که وجود خود را قبول دارند. شما میگویید اینها مذهبی هستند، پس قبول نیست. پس یعنی شما هیچ بنیاد محکمی برای اخلاق عینی ندارید. اگر برای اخلاق عینی بنیادی وجود داشته باشد، آن فقط خداست. بله، این صحبت‌های پایانی مفتی شمایل ندوی صاحب بود و اکنون این خیلی خوب است که هر دو نفر هم از موجی شکایت دارن و هم میگوین برادر تشویق ما را هم بکنید. حالا حرف من. جناب جاوید اختر صاحب، شما 5 دقیقه وقت دارید. این صحبت‌های پایانی شماست. لطفاً زمان را تنظیم کنید. ببینید حرفای زیادی است. تعریف خدا در هر دینی از دنیا این است که او قادر است، او حاضر است، او عادل است، او مهربان است، او شما را دوست دارد و غیره. من وقتی دنیا را می‌بینم هیچ گونه قدرت برتری در اینجا نمی‌بینم که برای بهبود انسان کاری انجام دهد، که ضعیف را نجات دهد، کمک کند یا ظلم را عقب براند. من نمی‌بینم، در تاریخ هم نبود.
یکی این که اگر او هست و دارد تماشا میکند پس بود و نبود او برابر است. دوم این که وقتی شما میگویی کائنات وابستگی دارد، ببینید من از واژه خودتان استفاده کردم. این چطور ممکن است که خود به خود باشد؟ فوراً شما تسلیم شوید که روشن است که سازنده‌ای 10,000 برابر از آن پیچیده‌تر است. بر سر بودن او یعنی خدا هیچ اعتراضی ندارید. اینکه او بی زمان است. او از قبل بوده است. زمان که خیلی بدتر است. همه اینها را حاضرید بپذیرید، چیزی که برایش هیچ مدرکی ندارید، هیچ دلیلی ندارید. تعریف شما از ادیان چیست؟ از باوری که به خدایان دارید. این دائما غلط ثابت شده است. یعنی شما میگویید در زمان ارسطو همه جاهل بودند، آنها هم با همین قدر یقین به خدا باور داشتند که امروز نمانده است. این خدای امروز هم نخواهد ماند. شما یادداشت کنید، آثار آن در دنیا دارد دیده می شود. آیا این بحث 100 سال پیش می توانست این گونه انجام شود؟ تا اینکه شما را آوردیم که بحث کنیم. ای بابا، ایشان نیاز به کمک ندارن برادر. ایشان خودکفا هستند. شما چرا کمک میکنید؟ ببخشید آقا، خواهش میکنم. پس این تمام حرفایی است که این پکیج است. شما هیچ آدم تنهایی را پیدا نمی کنید که فقط خدا را قبول داشته باشد. همراه آن کلی مخلفات شفات میاد، مخلفات گوناگون میاد. آنها فقط همیشه در جامعه هرج و مرج ایجاد کردند. من به شما پیشنهاد سری میدم. در دنیا 10 باور ایمان مهم وجود دارد. شما یکی را قبول دارید، 9 تا را قبول ندارید. در مورد آن 9 تا شما آتئیست هستید. آن 9 تا را شما کاملا عقلانی و مثل من میبینید. پس یکی آدم مذهبی و 90% آدم آتئیست است. او خدایان دیگر را قبول ندارد یا خدا را قبول دارد، خدای خودش را، و به بقیه میگوید غلط هستند. اگر شما باور کردن را کلا متوقف کنید، الان شما 10% شانس دارید که درست باشید و 90% شانس دارید که غلط باشید. مشورت من این است که آن را هم رها کنید. آن وقت 50% شانس دارید درست باشید و به 50% شانس غلط بودن با آتئیست شدن 40% سود میکنید. این یک اندیشه فرسوده است. این دارد تمام می شود. شاید در زندگی من نشود، اما خواهد شد. حرفایی که ایشان میزنند میتافیزیک و اینطور اصطلاحات محترمانه با آن دادند. اینها متعلق به کسانی است که نه فیزیک میدانستند نه متا میدانستند. اینها را آنها به شما دادند. خیلی ممنون از هر دو نفر شما.